اگه هنوز داری این آیتماتو دور میریزی باید بهت بگم که خیلی کار اشتباهی میکنی، چون میشه از این آیتما استفاده کرد. امروز کرش اومده بهتون یاد بده که چجوری میتونین از این نوع آیتما استفاده کنین. همونطوری که همتون میدونین غذاها توی ماینکرافت به 3 دسته تقسیم میشن. غذاهایی که افکت‌های خوبی میدن و به ما خیلی میتونن کمک کنن، غذاهای دسته دوم که هانگرمون رو پر میکنن، تو سروایو خیلی به دردمون میخوره، و دسته سوم که افکت‌های بد فقط بهمون میدن که اصلا کسی ازشون استفاده نمیکنه. ولی خب یه راهی هست که امروز اومدم من بهتون یاد بدم برای استفاده کردن از اینا بدون اینکه افکتی بگیرین. خیلی هم راه آسون و به درد بخوریه. اگه یک بارم ماینکرافت بازی کرده باشی احتمالاً با این نوع غذاها دیگه مواجه شدی و دیدی چقدر افکتای بدی میدن. شاید افکتای بدشون واسه مرگ تو بشن، ولی خب امروز اومدیم بگیم چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. فقط قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو دوبار بزن رو صفحه قلب و قرمز کن که خیلی خوشحالم میکنیم. مرسی ازت. اون آیتمی که داشتیم دربارش حرف می‌زدیم شیر خیلی آیتم خفنی تو ماینکرافت، ولی خب کسی ازش استفاده نمیکنه و توجهی بهش زیاد نمیشه. شما حتی وقتی بخواین رید هم بشین با خوردن شیر میتونین افکت رید رو از بین ببرین و رید نشین. شما اگه رو حالت سروایو باشین و یکی از این نوع غذاها رو بخورین میبینید که افکت بدی میده، اما یه مقدار از هانگرتون رو پر میکنه و با خوردن شیر میتونید اون افکت بد رو از بین ببرید. لایک و دنبال فراموش نشه. بای بای.